امروز در جامعه کدام مشکلات را میتوان داغ روز گفت و به نظر شما ریشه اساسی آنها چیست؟ مشکلات داغ روز ضعف ایمان و اعتقاد، سست یا کمشوی ارزش‌های اخلاقی و اوج گرفتن جهالت. سه نمود بیماری است در جامعه. یکم جهالت است که در مقابل جهالت علما ایستادند، کارشناسان متخصصان ایستادند و فعالان مدنی. اینا باید به طرف نباشند. تمام نابسامانی‌هایی که بر سر انسان میآید، بخصوص بر سر نوجوانان جوانان میآید، از جهالت است. دیوم فقر و کمبزاعتی است. در مقابل فقر و کمبزاعتی عمومی خیر احسان ایستاده است. بهتر کردن سطح اقتصادی و اجتماعی و بیدار کردن روحیه خیر احسان در دل عامه مردم تا این فقر از بین برود. فقر به تمام جا آدم را بکشاند، افکارش منفی میکند و حیات اجتماعی را از بین میبرد، حیات فردی و علوی را از بین میبرد، مجبور میشد به هر راهی برود، به هر کاری منفی راضی شود. فقر نداری زود برطرف شونده است. اگر آدم شاکر و شکرگزار باشد، این علت دائم ماننده نیست، زود برطرف می شود. انسان مشکلی می بیند، بعض آن راهی می بیند، کمبزاعتی و فقر می بیند، بعض آن دستش پر می شود. خب بیماری می بیند، بعد شفا می یابد. شکر کردن، قناعت کردن و ایمان و اعتقاد را بالا بردن و بعضی چیزا را از تقدیر دانستن که مثلا آدم تقدیرش را خوب باید نوشته شده است. در مقابل امتحان‌های اندک و بزرگ صبر شکایتی پیشه کردن، این میتونه داغ روز را از بین ببرد. سیوم این واقعا بیماری است و بیماری هم مادی می شود هم معنوی می شود. در مقابل این بیماری طبیبان هستند. بازم طبیب به دو گروه تقسیم می شود. طبیب ماده و معنا. اگر بیماری به جسم جان ربط دارد، طبیب حاذق و ناذق باید درمان کند، می سنجد، تحلیل می کند، تشخیص می کند و درمان را معین می کند. اما اگر روحاً بیمار باشد، از نگاه منفی بیمار باشد، اینا کار علما است، کار روانشناس است، کار عالمان دینی است. اینا باید در مقابل جهل معنوی که فقر کمبزاعتی معنوی را از بین بردن، علمای ما دامانا باید یکسان کار کنند. این از جمله مشکلات داغ روز امروز است. علاوه بر این مثلا ضعف پیوند خویشاوندی، این پیوندی بستگان پیوندان در خاندان باید مستحکم بماند تا بر رذالت‌های اخلاقی فرصتی وارد شدن داده نشود. دیگر فساد مالی است. علاوه بر فساد اخلاقی باز فساد مالی است. وقتی که ارزش‌های عمومی در خاندان، در حیات فرد یا عائله و جامعه کم شد، عمومی فساد مالی جولان میکند. فریب، نیرنگ، دروغ، وعده خلافی و شکستن عهد و پیمان به هر راهی امروز یکی از مسائل داغ روز به شکل مختصر این مسئله دروغ گفتن است. این بسیار مصیبت کلان است و این داغ روز است. علاوه بر این قناعت نکردن، شکرگزار نبودن و این ناشکری نابسامانی دارد. برای همین شکرگزار بودن در مقابل هر مشکلات آدم رو مستحکم می‌سازد که باید قناعت کند و شکرگزار باشد. امتحان هست، سپری شونده است. دیگر مشکلاتی که امروز داغ روز است، فرق نکردن بین حرام و حلال. هر چیزی که آمد پیش آمد و خوش آمد و این تأثیر منفی در روح و روان انسان دارد. اصول حرام حلال در دین مبین اسلام برای همین است که عقلت سالم باشد و جسم سالم باشد. دیگر هدف دیگر نیست. اگر این اصول رعایت نشود و با سامانه پای هم میآیند. دیگر با ظلم و ستم پیشگی است. این ظلم پیشگی، ستم پیشگی کار خوبی نیست و این داغ روز است. از کجا پیدا می شود؟ از قناعت نکردن و شکرگزار نبودن و روحیه آزادی مطلق را در زندگی پیاده کردن. آدم نباید آزادی مطلق باشد.